و زنی که در سطح رادیو صحبت میکنه حرام است، در سطح تلویزیون صحبت میکنه حرام است، درشی کوبای میپوشه با پای خود سر پای خود میگه این حرام است. این زنی که فکر دستش در پیش بچهای نوجوان میره که بچه چقدر خم آدم هستی تو زنی صحبت تو آخر یک نفر گفتش اگه یک قانون نیمالت اسلامی وضع کنه که یعنی زنان در افغانستان 4 سال کنه چطور میکنی؟ گفتم آفرین شابا همه تو آدم هم پوستار آدم بوده. برون گم شو در فنجت زندگی چو در قریه سیگو کنیم تا جوان خوبه که آینده تخطیم خوب میبینی برو در فکر زندگی چو ما برون بچه تربیه کنم ما برون خونه جو چی میتونی؟ سلام را ایشی میکنی؟ شما مسلمان ها میتونه ببینی زنایی که با حیاستن با حیاس صدایشون پست است خب؟ و زنی که صدای خود بلند میکنه و زن دم طبیعت دم جامعه بی حیاست دم جامعه بی حیاست و زنی که زبانش بندش نگه بانگش دست و خان زن بی حیاست